به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می کنم به تمام شنوندگان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه و ایام بکام باشد. توفیق داریم که یکی دیگر از سلسله برنامه های سلامتی رو شروع کنیم. امیدوارم این برنامه مفید واقع بشه به تمام افرادی که میشنوند و بتوانیم که مباحث مهمی رو مطرح کنیم. موضوع برنامه امروز ما در مورد آب آشامیدنی هست و یکی از فاکتورهای بسیار مهم سلامتی آب هست، مخصوصاً آب آشامیدنی. لازم به گفتن نیست که در جهان بهترین ماده زندگی آب هست و یک نعمت خیلی بزرگی هست که تمام جهان رو شکوفا کرده و تمام جهان و جهانیان وابسته به آب هست. در سیستم سلامتی 75% از بدن انسان رو آب تشکیل میده و 90% از خون انسان رو آب تشکیل میده. بنابراین وقتی که 90% خون انسان از آب هست، باید که متوجه باشیم که بسیار 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 فاکتور مهمی هست. آب یک ماده‌ای هستش که کاملا برای سمزدایی بدن مفید هست. با کمبود آب ارگان‌های بدن به مشکل برمیخورند و همین موضوع باعث میشه که بسیاری از بیماری‌ها به وجود بیاد. در کل جهان هستی یکی از مهمترین مسائل روز دنیا کمبود آب هست که در نشریات و در تمام رسانه ها گفته میشه و باز هم مثل برنامه های قبلی اصل مطلبی که گفته نمی شود این هستش که آبی که در سیستم آبیاری شهری مخصوصاً تمام انسان ها دارن مصرف میکنن یا آب آشامیدنی، این آب سمی است. سمی از چه لحاظ؟ از این لحاظ که کلراید و فلورایدی که به این آب اضافه شده است این آب رو سمی کرده است و این آب مملو از بیماری هست و تحقیقات بسیاری در دنیا داره انجام میشه. آزادی اندیشان در کل جهان هستند، در ایران، در جای جای جهان، و خبرهای بسیار بسیار ناگواری به گوش میرسه که کلراید یا فلوراید، هم کلراید و هم فلوراید داخل آب هست متاسفانه، و هیچ شهری در ایران یا در کشورهای دیگه فعلا نیست که آب شهریشون کلراید و فلوراید نداشته باشه و این هم از اون رازهای مگویی هستش که باز گفته نمی شود. بله، با الفاظ بهداشتی بودن آب، تصفیه آب، میکروب زدایی آب، کلراید رو به مردم میگویند و مردم هم از این مصرف میکنند، غافل از این که عمده سرطان‌های موجود باعث یکی فلوراید کلراید آبه. سنگ‌های کلیه که یکی از فاکتورهاش همین کلراید و فلوراید آبه که در جاهای دیگه مثل امریکا تحقیقاتی انجام شده، ثابت شده این مسئله. و متاسفانه آب که گفتم یکی از مهمترین فاکتورهای سلامتی بشر هست،
آلوده هست و وقتی که این آب در دسترس مردم قرار میگیره، میخورند، غذا درست میکنند، میآشامند، بچه بزرگ فرق نمیکنه، همه دارن میخورن و بدن رو که مهمترین اتفاقی که در بدن میفته و بدن رو علیل میکنه سمزدایی سیستم ایمنی بدن هست که وقتی که کلوراید در سالیان سال در ماه‌ها هی پشت سر هم به این بدن عرض کنم که انتقال پیدا میکنه با آشامیدن آب با غذاها، بدن اون حالت سمزدایی اصلی رو از دست میده و وقتی که بدن نتونه سمزدایی بکنه چاره‌ای نداره غیر از انباشته کردن سموم و انباشت کردن سموم هم به این معنا هستش که بیماری ها به وجود آمدن بیماری ها، سرطان ها، چاقی ها، دیابت ها و هزاران نوع دیگر که بدن موکول می کند به روزهای دیگر، به آینده دیگر، به ماههای دیگر که فرصتی پیدا بکنه که بتونه پاکسازی بکنه، دریغ از این که آب آشامیدنی سالم به بدن تحویل داده نمی شود و ارگانهای بدن رفته رفته خسته تر می شوند و یواش یواش بیمارتر می شوند. همونطور که در برنامه قبلی عرض کردم این نوع جهالت بشر میتونه عمدی باشه که در سطح بسیار گسترده‌ای از خوراک انسان، از آب انسان، از چیزهای دیگر رو در بر گرفت، حتی هوا متاسفانه در سطح جهان عملی میشه و همه ما میدونیم که آب آشامیدنی که در دسترس مردم پر از کلورایده و همه میدونن این مسئله و همین باعث شده که اون آب شفابخش، اون آب انسان ساز، اون آب زندگی ساز تبدیل بشود به یک ماده خطرناک سمی که انسانها رو بیمار می کند، از بین می برد و دچار رنج عظیمی می کند. باعث این کارها چه کسانی هست مشخص است، بانی این کارها چه کسانی هست مشخص است و ما کاری به این مسائل فعلا نداریم، چون موضوع برنامه ما چیز دیگری است. تنها راهی که باید که مردم ما در نظر داشته باشند اینه که به آب خود بیاندیشند. چه نوع آبی رو میخوریم، چه نوع آبی را میآشامیم و تغییرات در آشامیدن آب شروع میشه. آنجایی که در روستاها هست اکثرا چشمه های آب پیدا میشه، چشمه های تمیز آب پیدا میشه، از این استفاده بکنن حتما. داخل شهرها و استانها و شهرهای بزرگ با جمعیت زیاد تنها راه چیه؟ تصفیه آب هست که هم میتونید دستگاهش رو تهیه بکنید، هم میتونید دستگاه تقطیر تهیه بکنید که به راحتی آب رو به بهترین وجه تصفیه میکنه. همون آبی که قابل آشامیدن نیست، مثلا تو بعضی شهرها میگن اصلا آبش خوردنی نیست یا آبش برای به درد هیچی نمیخوره، پر از آهک است و پر از فلان است، همین آب وقتی تصفیه میشه آب معدنی. باید دقت کرد این همون آبی است که از آسمون بارون میاد و برف میاد و عرض کنم که ذخایر زیرزمین همون آب به دست مردم میرسه از طریق سدها از هر جای دیگه. یعنی در نوع خودش بی‌نظیره، در نوع خودش مشکلی ندارد این آب. خداوند این آب رو آفریده که انسانها و حیوانات بهره‌مند شوند، استفاده ببرن، لذت ببرن، رشد و نمو بکنن. متاسفانه بشر جاهل همین آب رو مسموم نموده، برچسب بهداشتی بر آن زده و تحویل جامعه می شود
غافل از اینکه چقدر بیماری ساز می شود، چقدر بیماری درست می شود. و وقتی که این آب تصفیه میشه لذت میبره. افراد مثلا در طبیعت میرن آب چشمه میخورن، هیچ کسی نیست که تایید نکنه بهترین آب چشمه هست. خیلی خوب، این آب همون آبی که داخل لوله های شهری به دست ما میرسه، ولی در تصفیه خانه ها با اضافه کردن سموم به دست ما میرسه که میخوریم و میآشامیم و مشکلات درست میشه برامون. بنابراین اینجا هستش که انسان اندیشه بکند. وقتی که گفته میشه، تکرار میکنم، که 90% خون انسان از آب تشکیل شده است، 75% کل بدن انسان از آب تشکیل شده است، باید که تفکر نمود، باید که تأمل کرد. پس چیز خیلی خیلی مهمی هست. بنابراین خیلی آسوده، خیلی راحت، تنها راهش اینه که شما بیاید چیکار بکنید؟ آب رو تصفیه بکنید. حالا بعضا میگن که خب آب رو میجوشونیم میخوریم. جوشوندن آب هیچ نوع نمیشه گفت کامل کلراید و فلوراید رو داره از بین میبره، بلکه این آب رو سنگین‌تر میکنه، آهکی‌تر میکنه و شما میل میکنید. خیلی کم، خیلی ریز شاید کلراید رو بیاره پایین، ولی از بین نمیبرد. اگر فلوراید داشته باشه دی بدتر، که فلوراید یک ماده‌ای که در چیزهای دیگر هم هست. در برنامه‌های بعدی انشاءالله توضیح خواهم داد، فعلا موضوع بحث ما نیست. بنابراین راه کار چیست؟ راه کار همین هستش که سریعاً تغییر داده بشه این نوع عادت و آب تصفیه بشه، پاک بشه و از آن آشامیده یعنی خورده بشه، آب آشامیدنی درست بشه و همون بچه ها هم از همون اول یاد بگیرن که چطور آب مصرف بکنن، فرهنگ سازی بشود که آب اصلی منظور آب بدون کلور هست، نه کلوراید دار. تمام آبهایی که کلوراید داره سموم است، سم هست، واسه بدن هیچ نوع خیری ندارد و فقط بیماری و اذیت است. امیدوارم که از این برنامه نهایت استفاده رو کرده باشید و مطلب رو رسونده باشم و امیدوارم که هرچه سریعتر اقدام بکنید و آبی که به دستتون میرسه رو تصفیه بکنید و به پاکی بیاشامید. تا برنامه دیگر، بدرود.